باب رفع العلم و ظهور الجهل، باب فضل العلم. یافته؟ شروع درس ما همی است برای شما. امیجا یکی از دوستان دیروز یک تقاضا کرد در یکی از جنازه ها، گفت که حلقه درسی باز برشان وقت هم بیتی که یکم سوالا داشته باشن، یکم تحقیقات داشته باشن، خودت یکم سوالا کرده باشی. باز من گفتم خب انشاءالله همو گفتم راست است و راست دگام شوه. حالا یک سوال اینجا است، می سوال به شما پیش میکنم، شما بگویید سوال دیگه چی است. ما سوال نمیگوییم، میگیم که باب فضل العلم. این میشه یک سوال است، دقیق شوه که چه سوال است. با فضل علم بر بالای اگابر. چرا باب میشه مکرره؟ اینجا معنای خود صحیح است که میگه پس، اما اینمی ظاهرا این تکرار است. شما در کتاب العلم متوجه شوید. در کتاب العلم در اول کتاب العلم یک ذره تیزتر کرده که وقت آن گرفته نشه. در اول کتاب العلم آمد فضل العلم. اولی بابی که در جمع 52 باب کتاب العلم ما شما داشتیم، این باب ذکر شده بود، فضل العلم. با در باب تحقیقی که ضرور بود از طرف علمایی که در کتابا که بودن من نقل کردم. باز 2 آیت را در فضیلت علم ما شما خواندیم، 2 آیت را در فضیلت علم خواندیم. و امام بخاری رحمه الله حدیثی که تکرار میکنه در این جای نداره که ترجمه الباب تکرار کنه. حدیث تکرار میکنه در اوجه هدف داره، یک موضوع یک مسئله را باز دو حدیث داره که در یک باب بیاریش. در ادمو حدیث باز یک باب دیگه میاره، اما باب این تکرار نداره، ترجمه الباب تکرار نکرده. اینجا که این تکرار آمده ظاهرا تکرار است، اما فضل العلم اینجا معنای فضیلت مستقیم نیست که تکرار شده باشه. معنای اینجا چی است؟ علم زیاده. طبعا علم که زیاد شد فضیلت می داشته باشه، ولی اینجا معنای زیر میته که علم زیاده. چقدر که خواندیم با بخوانیم علم ما زیاد شوه. این به مخواندن علم زیاد امام بخاری رحمه الله باب نویره من حیث نمبر 22 برای ما شما پیش میکنه. ایتو سوال نمیه که باب خود در اول کتاب الایمان بود، کتاب العلم بود، چرا تکرار شده؟ دلالت به این بکنه که امام بخاری وقت خود ضایع کرده، تکرار گپای خود میگه. گپای تکرار خوش ما شما نمیه. یک تکرار خوش ما میه که در ابتدا نفهمیم، با 2 دفعه استاد به ما بگویه، بعدم نفهمیم، دفعه سوم هم سر استاد حق داریم که او را بگویم. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی کلمه را میگفت باز او را اعادها ثلاثا لیفهم عنه، تا از پیامبر صلی الله علیه و کلمه فهمیده شود. ولی در جایی که با تکرار ضرورت نباشه وقت ضایع میکنه، آدم خسته میشه. یعنی دیگه صحیح شد فضل العلم مراد اینجا علم اضافه را بیان میکنه، یعنی چقدر که خواندیم زیاد بخوانیم، دگام علم ما زیاد شوه. هر قدر علم ما زیاد میشه کتش عمل انشاءالله با فضیلت علم مثل که در باب اول کتاب العلم داشتیم دیجا میاریم. این از کجا پیدا کردیم؟ حديث بخانه مشكل حل مشى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني لايث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دشمنا فریبتان نته. علم حدیث امی بود که گفته هر حدیثی که ترجمهش میفهمیم باز چشمای خود پت میگیریم. به خاطر چی؟ که یک ذره اما حواس ما به جای بیاید، تشویشا و ذهن ما به حال خود بیاید. خود این حدیث چی را یاد گرفتم؟ این حدیث از زکات بحث کرد، از نماز بحث کرد، از روزه بحث کرد. این میره علم حدیث میفهم دیگه کدام چیز نیست. والا کی میفهم علم حدیثه؟ امیر قم گفته شیطان شده ای. امیر قم گفته بیخی شیطان شده ای. آل شیطان بیخی بیکار میمانه؟ نیبان که شیطان ارامی کار خود کنه. تو کار شیطان نکو ارامی، مردم از علم دین بنکو. بگو قرآن کسی نمیفهمه، حدیث کسی نمیفهمه. 5 ساله بچه حدیث روایت کرده میتونه، 15 ساله بچه حدیث نمیفهمه. یه خرا میفهمه که در درس حدیث خواندیم، در ترجمه امروز خواندیم خوردن خون نارواست، در ترجمه امروز خواندیم گوشت خوک نارواست،
در ترجمه امروز خواندیم گوی ما که در گوخانه میمرده باشه صاحب گوی که چاقو حلال نمیکنه بسم الله الله اکبر نگفته اینمی گو خوردنش نارواست. این علم نیست. علم خو شاخ و دم نداره که دم به شاخش پیدا کنی در جیبای توش بیتی. تو مداری گشتی ما را در جیب تو میتی خلاص. اگر ما را در جیب تو داده تا نیستی پس مداری هستی. اگر نه علم اینی زیاد بی در دین اینی چیز حلال است در دین اینی چیز حرام است. اینمی تو دشمنان سر ما کار کرده. و امریکایی باید علمش بالا بره و جرمنی علمش بالا بره و من وطن دارم که در وطن هستم علم دین علم نمازم برا یکی در این درجه خود نمیمانه که من انجینر شم در این درجه خود نمیمانه من دکتر شم در این درجه خود ملایم که ادی حق میگیرم مرا نمیمانه که من درجه بالا بره. آسیای دشمنه همیشه سر مزیاد کرده میره که زیر سنگ آسیا شده باشه. نکو بلاد خدا او مولای نامولا آسیای دشمن همیشه یاد نکو مردم از علم دین من نکو بان که مردم علم دین بخونه یاد میگیره. من خب یقین هستم یک قدر نتیجه داده یک قدر ما شما یاد گرفتیم. اگر ما شما یاد نمیگرفتیم این یاد گرفتن شما مرا جرأت میده که هر فشار سرم بیاید باید بیایم. هر فشار سر شما بیاید باید ایجا بیاید. این دشمنا این کارو میکنن. ببینه که علم ما زیاد شوه. علم ما که زیاد شد بس اینمی علم میگه آلسه کنه که علی حدیث ما شما چی یاد میگیریم بین ما سمعت رسول الله یقولو بین ما انا نایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب خود قسم میکنه. خواب پیغمبر علیه السلام وحی است. خواب ما و شما خوابهای صالحه و صادقه هم یک چیزی است اما کل چیز با خواب ما محول نکنیم. والا من خواب دیدم میمرم خلاص دیگه پرتو خدا دوستا را بتر وصیتای تا بکو آدم اجیت هم نرو که والا من خوب میبرم که باش که مشتوکای من سیر ببینم مشتوکای من به صلاح اولادای من خیلی سیر ببینم. نه این طوری نیست که سر خواب بیخی تو کل چیز ترک کدی با خواب خود تسلیم کدی. ولی خواب پیغمبر علیه السلام وحی هست. خواب ما شما حکم ثابت نمیکنه. والا من خواب دیدم پدر من گفت که مرا در اینجا بکش به خاطر که در قبر ما او در آمده بیا دیگه بیلو کلنده بگی باز خلاص دیگه برو دیگه قبر بیچاره رو باز کو که والا من خواب دیدم. این خواب تو دیگه حکم ثابت نمیکنه که قبر پدرت لطف کردی میبری دیگه جا. بله در اون صورتی که سرک آمده در اون صورتی که باز زمین کسی دیگه است و یا او آدم میگه که بکش قبر پدرت دیگه بکش با در اون صورت بر تو اجازت که او با به اجازهش در زمین مردم او را دفن کرده با صحیح نیست ناروا هست. بکشش ببر امو هرچی از استخوان مانده هرچی مانده با اونمو احترام ببر در جای دیگه او را دفن بکن. بینما انا نایمون من در اسنای در خواب بودم اوتیتو به قدح لبن برای ما آورده شد یک ظرفی از شیر فشربتو ما ادم ظرف شیر نوشیدم حتی اینی لأرى رای ما احساس کردم سیری شیر در شکمم که یخرج میبره من اظفاری از ناخونه ما. اقدر شیر مرا سیر کرد که از سر ناخونه ما این سرادیر میکنه. خوب زیاد نوشیدم که از سر ناخونه ما از سر پنجای دست ما این شیر جاری شد. خب ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب دمی خو زیادگی شیر مدادم به عمر بن الخطاب. قال صحابه با خواب خود که پیامبر سلام برای صحابه قصه کرد. صحابه گفتن که این خوابت چطور فما اولتو چه تعبیر کردی چه تفسیر کردی یعنی معنای خوابت چیست. متوجه باشی یکم تو مولوی صاحبا لغت میگن تعبیر خواب میگن. اکثر مردم تعبیر چه دیگه خواب خصایی امورم خواب بگوین که مردم بفهمن. همین لغت اینی فصاحت است مطابق مقتضای حال به مردم گپ زدن این امیر فصاحت است. تو خود گپ میدونی با اوستی این مولای کافر تو گپا داد اید نفهمیدم کافرام میگوین واضح گپ بدن که کافر نگویند بعد به طابق مردم گپ بدن بگو که خو تعبیری خو یعنی تفسیری خو معنای خو اینی است. فما اولتو تو این خواه چه تعویل کردی یعنی چه تفسیر و چه معنا کردی این خواه تو چه معنا میتا یا رسول الله رسول الله سلام قال رسول الله سلام گفت العلم امیت خواب خدا ما تعبیر و تفسیر و معنایش که کردم علم تعبیر کردم یعنی نسبت به دیگه صحابی ها علم عمر زیاده است
بنان اینجا فضل العلم شد. یعنی چی معنا؟ دلالت به علم زیاد میکنه. اما صحابه عالم، اما فضیلت عمر را به اعتبار زیاده بودن علمش رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کرد و چند جای آیات قرآن عظیمشان با خواهشات و به نظریات عمر رضی الله عنه نازل شده. اما این جایی بوده که عمر رضی الله عنه در این درجه علم نداشته، فتوای داده. صحابی ها گفتن که عمر، ما که در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم، فتوای رسول الله صلی الله علیه و در این مورد انتو بوده. با صحابی دیگر تلبیسته نظر دو تا صحابی را با یک جایی که اتفاق کردن، گفته که ما ادی به بعد با فتوای شما فتوا میدم. الله اکبر، چقدر گپ مهم. برای بخیر که اگر درس ما پیشتر بره، باب الفتیا و واقف علی ظهر الدابه و غیرها. بله وقتی که انسان عالم شد، در پیشترش خواندیم علم آدم زیاد شد، بعد از علم زیاد آدم با فتوا میده. آن ارتباط گرفت باب با ترجمه الباب پیشتر ما. یکی دوم، امام بخاری در اینجا غرضش چیست؟ که او کسی که فتوا میتی اهل فتوا باش، یعنی فتوا تو دلیل داشته باشی یکی، و در فتوا دادنت آداب مراعات کنی. یکی از آداب فتوایی است که به هر ذریعه گپ تو را مردم بشنوه. این شرط نیست که خامخا فتوای تبیری در مسجد، فتوای تبیری در سر میز قاضی، فتوای تبیری در یک جای خاص. نه، وقتی که توان فتوا را داشتی، فتوا جای خاص نداره. از این خاطر از علما بین فتوا و قضا با تفاوت قائل هستند. قضا در جای خاص و فتوا با شکل عمومی حرکت خود داره، ولی شرط فتوا یکیش امی است که صدای تو را که تو فتوا میتی، اما کسی که از تو فتوا میگیره باید بشنوه. بنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای ضرورت شد، سر دابه خود ششته بود، سر مرکب و سر اسب شتر خود ششته بود. امیجا صحابی ها پرسان کردند که من این تو حج کردم، کار پیش پسان کردم، کار پسان پیش کردم، یعنی در ترتیب ما مراعات نکردم. رسول الله صلی الله علیه و گفت که هیچ کدام مشکل نیست، کارت پیش ببر، کدام گپی نیست. آن هم فرق فتوا را خواندیم، هم فرق قضا را خواندیم. و کی فتوا بده؟ عالم فتوا بده. مناسبت بابم شد و فتوا را هم کی بده؟ کسی بده که عالم باشه. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقف فی حجة الوداع، استاد بود در حجة الوداع. حج خو همو حج است، باز این یک صفت دیگه داره که به نام حجة الوداع. در منا با جمع غفیری از مسلمان ها در کتابای سیرت خوانده که تعدادی که مسلمان ها در اوجا علمای سیرت نقل کردن یا کتابای تاریخ نقل کردن، چقدر مردم رسول الله صلی الله علیه و در اوجا برشان تقریر کرد؟ چقدر بود؟ 1,30,000 تقریر. امی تعداد کتابای سیرت گرفتن، یعنی از 1,00,000 هم بالاتر بوده. صحیح. از 1,00,000 نفر زیاد بوده در منا که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان تقریر کرده. تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم کتی زبانش و کتی آدمی جسمی که بابو حد متوسط بود به اعتبار هیکل و ذاتشان، چطور تانست که مردمه، ولی باز یکی به دیگه انتقال داده می رفتن. مثلا در جنازه ها ما شما یک تیم تکبیر میگیم، یک تا دیگه ما با تکبیر میگم. و صحابی را گفت که مردم هم خاموش بساز که صدای مرا بشنوند. بالواسطه مردم صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن. اینمی حجة الوداع بمنا بساحه منا للناس، برای مردم رسول الله صلی الله علیه و استاد شد. یسالونه، مردم سوالش میکردن. فجاءه رجل، یک نفر آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و فقال، گفت لم اشعر، نفهمیدم، خطا کردم، اشتباه کردم، ناگاهانه چی کردم؟ نفهمیدم. فحلقت، سر خود تراشیدم، قبل ان اذبح، پیش دیگه قربانی بکنم. قال اذبح، برو ذبح بکو، ولا حرج، کدام گناهی نیست. فجاء آخر، کس دیگه آمد. فقال، گفت لم اشعر، نفهمیدم، اشتباه کردم. فنهرت قبل ان ارمی، قربانی کردم پیش دیگه
شیطان ها را بزنم، به اصطلاح آسانتر بگویم جمرات بکنم، رمیه بکنم. قال ارمی، برو سنگت بدن، ولا حرج به تو گناه نیست. قال راوی حدیث میگه فما سئل النبی صلی الله علیه و سوال کرده نشد رسول الله صلی الله علیه و انشین از کدام چیزی قدم پیش انجام شد ولا اخرت پسان انجام شد، الا قال گفت افعل او کار بکن ولا حرج به تو کدام گناهی نیست. فتوای رسول الله صلی الله علیه و ثابت شد در حالی که بلند بود، صدایش مردم میشونید. ترجمه الباب امی شد. اجازه از فتوا در هر حالت که علمش باشه در هر جا آدم میتونه. سر با اسکیلت از یک تا صدا میکنه الان مولا صاحب باشین تو یک مسئله شد نماز من تو خواندم، برش فتوا بده. در موتر از یک دفعه صدا میکنه و پیاده رو از یک چیزی از پیش پرسان میکنه، یادت از دفتن برش فتوا بده. برای دونه گو باش خانه بریم و باش که در کدام جای گوشه بشینیم وقت دور زایی بکنی یا نه، فقط مشکلش حل کو بخی برو. این مسئله است. و چیز دیگه که یاد گرفتیم ایست که حاجی وقتی که از مزدلفه حرکت میکنه، شب مزدلفه نماز صبح باید در تاریکی بخونه، به مقول حرکت کنه به طرف منا بره. در منا روز اول عید اول کاری که حاجی میکنه جمره عقبه را میدنه، یعنی یک شیطان به اصطلاح میدنه، یک شیطان میدنه، اون دو تایش تیر میشه و یک تای دیگر باز میدنه. این یک کار است. بعد از این با در جستجوی چه میشه؟ قربانی میشه. قربانی خدا خلاص کرد، باز این وقت از بعد از قربانی این خدا حلال کنه، در صورتی که حاجی تمتع باشه، حاجی قران نه، حاجی تمتع باشه با این چی کنه؟ خدا حلال کنه. وقتی که خدا حلال کرد بعد از باز فرصت برش پیدا شد برای طواف زیارت بکنه. امروز عید که طواف زیارت کرد حج ادی خلاص شد. آله این حاجی به ایوله که اول چه کنه؟ جمره را بدنه، رفته سر خدا تراشیده. اولی که باید قربانی بکنه این رفته سر خدا تراشیده، اون خلاف ترتیب کار کرده. در این مسئله دو مذهب، مذهب امام مالک و مذهب امام احمد یک چیزه. ببخشید، مذهب امام مالک و مذهب امام ابو حنیفه دیگه یک چیز است که این ترتیب بین سه تا واجب است. به ترک واجب از واجبات با این فقها چی گفتن؟ دم لازم میشه بالای حاجی. اما امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل گفتن یا از جمع سنت های حج است. استدلالشان نمیاد، میگه اگر این از جمع واجبات می بود و از جمع چیزهای بسیار مهم می بود ترتیبش البته رسول الله صلی الله علیه و حکم میکرد که شما بره ترتیب مراد نکرده سر ما دم لازم میشه. بناهن اختلاف علما در مسائل فقهی منشه میگیره از این تعداد احادیثی که آمده. اما ای که یک جاد مردمی که آل اختلاف میکنه، اختلاف دو تعنت است. واضح مرد صوتشون همی عوام مردم شده. می مردم سیکو یک تای سر قبرستان گپ میزنه چی میگه؟ مردم دمی قبرایتان چقدر مردم مرده؟ بازو یک تا صدا میکنه دیگه، صوته دار از نه 100 سال 200 سال میشه که مردار ما دفن کردیم. از 200 سال به این طرف شما سر امی تو دوره میکردی یا نمیکردی؟ با صدا میکنه که آخو دوره میکردیم دیگه. نمیخو فتوا شد دیگه. از آمی ناخان ملا فتوا میگیره، از آمی ناخان ملا فتوا میگیره. این اختلاف این مصیبت است. این ملا باید بگویا که بیای امی موضوع را میمانیم، میریم کتابا را مطالعه میکنیم که کتاب حالا از مرده قاق قبرستان این حکم ثابت میکنه، از مرده قاق قبرستان 200 ساله حکم ثابت میکنه. بیا دیگه پوره کو این جهالت کجا ببری؟ اگه کدام یهودی باشه خیلی خنده میکنه، میگه برو سوارشان شدیم، حال کارشان جور کردیم، از مردای خود دلیل میگیرن. بیا پوره کو. حتی زرتم المقابر ما شما داریم نه، سر نفوس خود حساب گرفتن، گو بیایی که ما زیاد هستیم شما زیاد هستیم، رفتن مرده شماری کردن. این کار کافرا بود، حالا ما مرده شماری میکنیم. نه بیا کتاب از کتاب، نه کتاکه این مردم بودی میتی، این مقتدی توشار میشه، این مقتدی مکتب میره، این مقتدی پنتون میره، این مقتدی مدرسه میره، تا به کی کور نگاه میکنی با میشونه. بیشی مولا صاحب به من دلیل بگو، ما خواندیم، ما دلیل بگو. آری مردم کار نمیپاید، اما که کافر کار میکنه، اما که باز در مقابل کافر کسایی هم هست اسلام باز زیبانشان میته، زنده نشان. خب بابا من اجاب الفتیا به اشارت الید دیور است.
چقدر خوب بشه. گذشته ها را میگذاریم. زنده باد. عجب دلیل پیش کردی. خیلی مولسم. سیکو عالم مفتی سیکو مشکل حل شدگی است. ضرورت به تشریح نیست. خود شاگرد میفهمه گپا. بعد از استاد خود در این مسئله که میفهمه میخواد تاکید شود. استاد باز میگه که استاد من تو فهمیدم. چطوره؟ با میگه اینی هم فتواش است. اینی هم یک طریق فتوا. اما این فتوا به کله شور دادن، این فتوا به دست شور دادن وقت حل میشه که او نبو کسی که از تو فتوا میگیره سر خود خلاص کرده. او میخواه از تو تاکید بگیره. تاکید تو که سر شور دادن و تاکید تو که دست تایید کردن. صحیح است. یکی از طریقای فتوا و بی حدثنا حدیثایش انشاءالله یک تلاش تکراری است. من تستر میخونم که وقت شما عزیزا گرفته نشه. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا وهیب حدثنا ایوب عن اکرمان ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجه رسول الله صلی الله علیه وسلم في حجته در حجی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم چند حج بود؟ 5 حج بود، یک تا 4 عمره بود، یک حج که جمعاً 5 تا شود. 4 عمره در 4 سفر تقریبا 3 سفر و چی یک حج در یک سفر. جمع حجای پیامبر سلام 5 تا 4 تاش عمره و 1 تاش هم حج فرضی. در حج وداعی خود گفت فقالت سوال کرده شد رسول الله سلام فقال گفت ذبحت و شخص گفت ذبح کردم قبلا نرمی پیش دی که رمی جمرات بکنم. قال رسول الله سلام راوی حدیث میگه فاوما بیدی رسول الله سلام به دست خود اشاره کرد یعنی صحیح است. قال ولا حرج باز با کیدبان خود گفت صحیح تا پزد کیدست خود به صحتش و گفت که کدام گناهی نیست. قال حلقت سر خود تراشیدم قبل ان اصبح پیش دی که ذبح بکنم فاوما بیده اشاره کرد به دست خود و چی ولا حرج. حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظله عن سالم قال سمعت ابا هريره قال يقبض العلم رسول الله صلی الله علیه و گفت علم قبض میشه و قبض علما و اظهر الجهل. طبعا علم که با واسطه گرفتن علما قبض شد گرفته شد جهل جایش میگیره و الفتن و فتنه ها میآیند. علما میگه در آخر زمان یک چیزی که انسان از فتنه ها نگاه میکنه از امو فسادها و بدعات نگاه میکنه علم است. میگه اینی کار پیش میشه برای دی که علم خود تیر سر میته در علم خود اینی را که ما بکنم ناروا بنان وقتی که علم نبود فتن هم میه علم نبود جهل هم میه و اکثر الحرج زیاد میشه قتل و قتال. قیل گفته یا رسول الله ما الحرج فقال هكذا بیدی اشاره کرد به دست خود فحرفها باز دست خود چی کرد این تو قتل کل ساحاره میگیره دست خود این تو تحریف کرد دور داد یعنی که دست خود اشاره کرد که قتل ها زیاد میشه کنه یرید القتل رسول الله صلی الله علیه و یعنی فتوای رسول الله صلی الله علیه و بنا به اینکه جانب مقابل موضوعش حل شدگی بود و که دست خود اشاره به فتوا کرد. و بی حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا وهیب حدثنا هشام ان فاطمه اسماء قالت اتيت عائشه وهي تصلي آمدم پیش عایشه رضی الله عنها. فاطمه میگه از اسماء با عایشه چیش میشه؟ خوش زنده باد. با رسول الله سلام چیش میشه؟ خوشنش میشه. با عبدالرحمن چیش میشه؟ با ابوبکر صدیق چیش میشه؟ و هي تصلي در حالی که عایشه رضی الله عنها نماز میخوان. فقلت گفتم ما شان الناس حال مردم چیز که مردم در میدان برآمده. فاشارت الى السماء عایشه در نماز اشاره کرد به آسمان. این اشاره ها بنا به ضرورت در نماز توسط یک نمازخوان جواب بده یک کسی که غیر نماز است مفسد نماز نیست. متوجه شده؟ این اشارات در نماز برای کسی که خارج نماز است سوال میکنه او مشکلش که اشاره حل میکنه و این مفسد نماز نیست. فاشارت الى السماء اشاره کرد به طرف آسمان. فاذا الناس قیام دید مردم که استاد هستن مردم یعنی آفتاب گرفتگی بود. فقالت اسماء میگه که گفت سبحان الله پاک است الله. قلت گفتم آیا که نشانهای چی است تغییر در مخلوق الله هست. فاشارت براسها عایشه رضی الله عنها اشاره کرد به سرش که نعم. فقمت استاد شدم حتی علانی الغشیو زمان که مردم دمی دشت و بیابان استاد شدم گرمی زیاد بود فشار زیاد بود سر ما بیوشی آمد فشار آمد. فجعلت شروع کردم اصب می ریختاندم علی راسی و سر خود الماء آب را. یکی خود صلات الکسوف در حدیث ثابت شد
و اشتراک زنها همچنان در این نماز در او زمان فتن نبود ثابت شد. و چیز دیگه که در این ثابت شد، عایشه رضی الله عنها فتوا را به سر خود، به اشاره سر خود و به اشاره دست خود داده. فحمد الله النبی صلی الله علیه و نماز خوانده شد. نماز که خوانده شد، رسول الله صلی الله علیه و به صحابه تقریر کرد، حمد الله را گفت و اثنا علیه، سنا صفت یاد کرد بالای الله. ثم قال ما من شیء، نبوده هیچ چیزی، لم اکن نبودم، اوری تو رو نشان داده شد، اوری تو نشان داده شدم برای من امو چیز، الله رایت مگر او را دیدم فی مقامی هذا، در جای خود. یک از معجزات رسول الله صلی الله علیه و در این نماز، وقتی که نماز خوانده شد برای صحابه تقریر کرد. در تقریر خود گفت چیزایی که تا هنوز ندیده بودم، در این مقام برای من الله او را نشان داد. چون رسول الله صلی الله علیه و در صلات الکسوف که داشت بسیار تضرع کرد، بسیار تواضع کرد، بسیار عاجزی کرد، بندگی خدا همونطور که کامل کرده بود در اینجا با کمالش به الله بندگی خدا نشان داد. الله جل جلاله همه چیز برش نشان داد، حتی الجنه و النار، حتی رسول الله صلی الله برش نشان داد جنت و حتی برش نشان داد دوزخ. یک مسئله که در حدیثی که گپ جنت و دوزخ باشن، باز علما از جمع بدرالدین علامه بدرالدین عینی این مسئله رو بیان میکنن، سر معتدلی ها، سر یک مردمی که فرق باطله و داله هستن رد میکنه، میگه که وا با یک عقیده هستن که جنت و دوزخ پیدا نشده، به خاطر که جنت و دوزخ پیدایشش فایده نداره. فایده جنت و دوزخ در آخرت است، بنان آخرت نامده جنت و دوزخ فایده نداره. این مقوله کی است؟ معتدلی ها. اما ما در احادیث در آیات داریم که جنت و دوزخ مخلوقتانه پیدا شده، از برایشان اهل است، از برایشان باشندایی است. خب حتی الجنت و النار، حتی بر من نشان داده جنت و دوزخ. فاوحی الی وحی شد بسیما که انکم تفتنون فی قبورکم، شما امتحان کرده میشه، عذاب کرده میشه، سوال کرده میشه در قبرایتان. کلش معنا کردم، امتحان کرده، سوال کرده، عذاب کرده. مثلا او قریب لا ادری، نمیدونم از حالا که قالت از ما من فتنه المسیح الدجال، مثل فتنه و امتحان مسیح الدجال. مسیح از منسوح گرفته شده. منسوح امو چی داره میگه که چشمش برآمدگی باشه. الدجال امو تو بود چشمش برآمدگی بود، یک چشمش معیوب بود. الله معیوب نیست، الله عیب نداره. آنانی که دجال الله میگن اما اللهشان معیوب است. الله مسلمان ها معیوب نیست که الله هست. خب و یایی که مسیح دجال گفته میشه که کل زمین را این سیر و سیاحت میکنه. خب دجال با دجال گرفته شده، کارایش کاذبانه و دروغانه است. ظاهرا چیزای خوب داره ولی او در باطن خراب است، در باطن خراب است و ظاهرا مردم فریب میده و در حقیقت او کارایی که کرده او فریب است. یقال گفته میشه ما علمک بهذا الرجل، برای اون کسی که داخل قبر است برش گفته میشه از طرف دو ملک چیز علم تو در ارتباط همون شخص یعنی رسول الله صلی الله علیه و فهم المؤمن. بسیار مهم حدیث است. هم کسایی که رسول الله را در زندگی نشناسن در قبر چه جواب بدن؟ پیر خدا نشان میدن. حالا ببینی متوجه باشی به نکته خیلی مهم است. سیکو امی زندگی او یک موضوع است که مرده گنجش که نر و مادر فرق میکنه. شما با سعی کنی که مو حدیث از یا نه. ما خب به این فکر هستم که همین فکر آرامی را که داریم شاید در قبر همی نباشه. من زنده هستم نمیفهم نر مادر یعنی به این معنا که آل دینمی وقت که خوب پیغمبر شناختیم انشاءالله مشکل حل دوج ما را الله کمک میکنه. حالا در زندگی در مکلف در بیداری در تمیز خود پیغمبر که نشناسیم در قبر چه جواب بدیم؟ یا الله توفیق بده که با پیغمبر محبت کنیم، پیغمبر را بشناسیم. الله اکبر. پیغمبر که شناختیم. فاما المؤمن و هرچی مسلمان او الموقن شک رویت یا یقین کننده لا ادری یوم قالت اسما فیقول میگه در جواب چون در دنیا با پیغمبر شناخت داشت انشاءالله ما شما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانه
خب پیغمبر علیه السلام رو میشناسیم، امیدوار هستیم که الله جل جلاله خاتمه ما را با شناخت خودش و شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم باز به رفیق الاعلی که خودش پیوند ما را با خودش محکم بکنه که در آخر عمر با کلمه توحید یا با کلمه شهادتین ما از رحلت کرده باشیم. محمد هو رسول الله، نام مبارکش محمد است، صفتش رسول الله، رسول الله. جاءنا بالبینات، آمده بود به ما معجزات آورده بود، والهدى هدایت قرآن آورده بود. فعجبنا، ما اجابت دعوت کردیم، و اتبعنا، پیروی کردیم. الله اکبر، چقدر خوب. این ما دل ما به این وطن ما میسوده، این که حال خود ما معلوم نیست که به ما چی میشه. او الله امید است که ما را کمک بکنه، اما به می حال مردم ما بگیم که در زندگیت پیغمبر را بشناس که اما تو به جرأت بگویی او محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدى واتبعنا فاجبناه واتبعناه. او محمد صلی الله علیه و سلم 3 بار این مسلمان در قبر تکرار میکنه که محمد محمد محمد. الله اکبر. این تکرارا را الله جل جلاله در خانه قبر ما بر ما هم توفیقش بده. فیقالو، باز گفته میشه از طرف 2 ملک از جانب الله تایید میشه یه انسان، نام صالحا، آرام خوکو، صالحا نیک، ثم قد علمنا، ما دانسته بودیم، این کنتا لموقنا بی، تو یقین کننده بودیم. این ملکا چی میفهمن؟ ملکا غیب نمیفهمن. ملکا الله بر این ملائکه این انسان معرفی کرده بود و از این انسان چیزای نوشته شدگی هست. و عمل منافق، هرچی منافق اول مرتاب یا شک کننده برش گفته میشه که در ارتباط پیغمبر چی نظر داری؟ میگه لا ادری، نمیدونم. ای ذالک راوی حدیث میگه قالت اسماء فیقول لا ادری، من نمیفهمم، من پیغمبر شناخت نداشتم، که پیغمبر رو قرابت نداشتم. هیچ یک سمعت الناس، مردم شنیدم یقولون یک چیز میگفتن شیئا فقلت ما هم گفتم. اما مردم پیغمبر میگفت دیگه کدام شناختی کامل نداشتم. چقدر خطرناکه. بله باب تحریر نبی صلی الله علیه و سلم، تست کردن پیامبر سلام وفد عبدالقیس جماعه عبدالقیس ما شما پیش هم در کتاب الایمان این مضمون خواندیم، اما ایچ ارتباط داشت با کتاب العلم. دیگه وقتی که یک کسی از جای میایه به خاطر گرفتن مسئله پس به مردم میبره، این دیگه برنامه دعوت و علم است. الان یحفظ الایمان و العلم، و حفظ کنند مسائل امورات ایمان و چیزی که یاد گرفتن از پیغمبر و علم است. و یخبر من وراهم، بله با شما هم که در درسای ما چیزی یاد گرفتیم با دوستای خود ایرا برسانیم، با مسلمانای ایرا برسانیم. ان شاء الله امیدوار هستیم. مردم ما مردم بسیار هوشیار است، مردم ما باور بکنه مردم دین دوست است و مردم ما چیزی که رسانده میشه و بسیار علاقمند هستند با این چیزایی که ما شما میرسانیم، اما در رساندن به احتیاط. وقتی وضعیت دیدیم که نمی گپای شریعت گوش میگیرن، آماده به گوش گرفتن است، با بگیمش که تا چوب بودن تا این گپای ناق دادن میشه که یک چند تا مسئله را ما بگویم. حالا اینا خب میبینین لنگی هم در سر من ریش هم دارم، ملام هستم، اگه سند هم میگوی بیارم، یک سند یک مدرسه را خوانده صحیح. مولوی سے گمش که سند چی میکنی بگو یک چند تا مسئله ده، این میگه باز بخیر کم 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 نرمک گفته برو مرد. این می چیزی است که و یخبر من وراءهم. بله و قال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی الله علیه وسلم، به ما رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت ارجعوا الی اهلیکم، شما رجوع کنید به فامیلایتان، فعلموهم. تعداد صحابه از فلان جا آمدن از رسول الله صلی الله علیه و علم گرفتن. رسول الله صلی الله علیه و گفت چند روز اینجا باشه، خواب یاد بگیره. چند روز که دل گفتی جنا باشه دیگه، گپ بود یاد گرفته، بره دین با مردم برسونه، به خانه‌هایتان، به فامیلایتان، به پدرایتان، به مادرایتان علم یاد بده. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن ابي حمزه عن ابي جمره سنه قال كنت وترجم بين ابن عباس، بودم ما ترجمانی میکردم بین ابن عباس و بین الناس، بین مردم. فقال عبدالله ابن عباس گفت ان وفد عبدالقیس، گروپ عبدالقیس یک جماعه، اتوا النبی صلی الله علیه و آمدن پیش پیامبر سلام. فقال صلی الله علیه و آله من الوفد، این گروپ کدام گروپ است؟ او من القوم، قوم کدام قوم است؟ قالوا خودشان گفتن ربیعه، نحن ربیعه، ما قبیله ربیعه هستیم. قال مرحبا بالقوم، رسول الله صلی الله علیه و آله به این مردم خوش آمد کرد، گفت خوش آمد باشه بر این مردم، خوش باشه این قوم، بخیر آمده باشه این قوم. او بالوفد غیر خزایا، اینها رسوا نشن در آمدنشان، ولا ندام دینداریشان پشیمان نشن. ما شما با عدم رسوایی خود دعا کنیم، با عدم پشیمانی خود از دین دعا بکنیم. قال صحابه گفتن، قال این مردم گفتن انا ناتیکا،
من شقت بعیده، ما آمدیم پیش تو از مسافه بسیار دور، بیننا و بین ما و بینک و بین تو هذا الحی، این قبیلت من کفار مدر، کفار مدر قبیله ای بود. ولا نستطیع، ما نمیتوانیم ان ناتی که بیایم پیش تو الا فی شهر الحرام، مگر در ماه حرام. حدیث ما قبلا تفسیر کرده بودیم. فمرنا، ما را امر کو بیامرن، با یک کار مهمه، نخبرو به من ورانا، ما خبر بدیم به او کار، کسایی که انتظار ما را میکشن پشت سر ما هستند، ندخلوا به الجنه، به او کارا که ما عملی بکنیم به جنت داخل شویم. الله اکبر. کسایی که پیش پیامبر سلام می آمدن کلش تشنای آخرت بودن. هیچ کسی کدام تایی که آمده بود، یک تعداد مردم انصار آمدن پیش رسول الله سلام، گفت اعتنا اعتنا اعتنا. رسول الله سلام داخل گفت صبر کنه، بی صبری نکنه. از صبر کده بالا نیست. اما اکثر مردم که در جای می آمد فقط امی صدایشان بود که به ما دین نشان بده که ما کتی دین به جنت بریم. دیگه تشنای جنت بودن. ما مردم دیگه تشنای دنیا هستیم. خب کاکا اما خانه را که در فلان جای جور کردی، تو بگو از کجا کردی، گو نشون با ما هم نشان بده. از ما دیگه کلمی آرزوهای ناق ناق، خانم به دست نمیآید، تعمیرم به دست نمیآید، پیسه‌ش هم نمیآید. این آدم دیگه ناقی افسوس خورده میره، شب از تشویش خوابش میبره. نه پشت دین بگرد که آرام خواب کنی. او گنگ شدم و خانه کلان و دراز و اصطلاح سیمندله به تو نصیب نمیشه. چی کنی ناقی آرزو میکنی؟ آرزو هم آرزوی گناه. خبر نداری که اونم تو خانه را که تو آرزو میکنی اون تو گناهگار میشی. اما صحابه به ما دین نشان بده، ندخلوا به الجنه، که تو نمو دین ما به جنت داخل شویم. رسول الله صلی الله علیه و فامرهم باربعین، با 4 کار امر کرد. و نهاهم عن اربعین، امرهم بالایمان بالله وحده، گفت به الله، شما ایمان بیاره به الله به تنهایی. قال گفت هل تدرون ما الایمان بالله وحده، میدانی چیست؟ قال الله و رسول علم. قال شهادت ان لا اله الا الله یک و ان محمد رسول الله. شهادت دوم از امورات ایمان چیست؟ و اقامت صلات نماز، و ایتای زکات، سیومش دادن زکات، و صوم رمضان، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. حج فرض نشده بود. و تعطوا الخمس من المغنم، مربوط به زکات میشه. بده 5 حصه از مال غنیمت من حیث مال زکات. و نهاه من الدباء، و را منکت از استفاده کردن ظرف کدویی، و الحنتمی از ظرف مشک سبز، و المضفتی از ظرف که بنام مضفت یعنی چی؟ که چی بود؟ کیری. قال شعبه و ربما قال النقیر و ربما قال المقیر. قال احفظوه، شما حفظ کنید چیزی که به شما گفتم. و اخبروه، خبر بده او را. من وراکم باب الرحلة فی المسألة النازله میخوانیم ان شاء الله. ایران میخوانیم سفر کردن در یک مسئله. الله اکبر. چقدر وقت ما کم است که در این موضوعات ما شما با تشویق یک دیگه ما از این بابای زیاد استفاده بکنیم. یک مسئله پیش میشه و این مسئله را اموتو نمیمانه که برو چی گپ است. از مکه مکرمه به مدینه منوره میآید، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم این آدم خدا میرسانه. انتو میگو کسی است که کسی را نکاح میکنه، پس آن زن پیدا میشه، باز میگه که او شاه و عروس در خردگیتون من شما را شیر داده بودم، حالا شما خوار و بیدر یکی دیگر گرفته. این آدم میگه که من خود نمیفهم که تو مادرم هستی. یقینا کسی هم به این معرفی نکرده که اینی مادر رضاییت است. در حرمت، در احترام، در حقوقی که مادرها دارن، مادر رضایی و مادر غیر رضایی یک چیز است. باسی آدم این گپ خو میزنه، اما ایدن محکم است که من میگه من تو را کت خانمت شیر داده بودم، شما خوار بیدر هستی، عزیز پروسه تیر شوی. خب این آدم بیا در مدینه منوره پیش رسول الله سلام خدا میرسونه. رسول الله سلام میگه که یک زن که آمد گفت که من مادر خودتو مادر فامیلت هستم. حالا این چطور گپ میشه؟ رسول الله سلام گفت از تقوا کار بگی، از احتیاط کار بگی. وقتی که برای تو گفته شد که عمودن تو فامیلت شیر داده و نمو فامیلت از تو خوارت طلاقش بگو. و بی حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد ابن ابي حسين قال حدثني عبد الله ابن ابي ملائكه عن عقبه بن الحارث. عقبه ابن حارث شوهر است. عقبه ابن حارث چی هستن؟ شاه هست، شاه ناکه هست. انه تزوج این مردکان، این صحابی نکاح کرد ابنتن ابی احاب ابن عزیز، دختر ابی احاب ابن عزیز را از مردمای مکه. فاتت امراتون، پیش امین ناکه آمد زنی از زنهای
زنی از زنهای آمد فقالت گفت اینی قد ارضعت عقبه، من شیر دادم عقبه را که ناکه هست یعنی شوهر است، والتی تزوج بها او زن را که کتدو ازدواج کرده. فقال الله عقبه، شوهر در اینجا دیگه گفت که ما اعلمو، من نمیدانم انکه تو ازنکه ارضعتینی، تو مرا شیر داده باشی، ولا اخبرتینی، برو شیر داده بودی خب خبرم میکردی، نه خبر داده ای، نمیفهم تو مرا شیر داده باشی. باز ولی تو نشد که برو در قصه تو زن من نیستم. در جستجوی حقیقت شد که همی زن برشی سوال پیش کرد. عالمیه که موضوع حل شود در یک مسئله میخواید از یک مملکت از یک جای به دیگه جای، از مکه به مدینه برم 500 کیلومتر، از او بالاتر هم علما گفتن فاصلهش است از مکه مکرمه تا مدینه منوره. خب بسیار راه طولانی هست. امیر فرک بلا رسول الله سلام مرکبی را از پیش کار میگیره، سوار میشه میاد پیش رسول الله سلام بل مدینه فساله و رسول الله سلام خدا میرسونه، از رسول الله سلام سوال میکنه. فقال رسول الله سلام کیف، چه حال است؟ وقد قیل با تو گفته شده که اموزنکه تو فامیل تشیر داده انودم معطل کردی، خود جدایش کو، طلاقش کو، خلاص کو. ففارقها عقبه، جدا کرد اموزن را عقبه و نکهت زوجا غیره، او زنکه وقت چیش پوره شد و عدتش باز نکاح کرد شوهر دیگه را. ببینه که صحابه چقدر پابند با یک مسئله بود. این محبت میگه، دین میگه اگر نه پیسه مصرف کرده بود، نکاح کرده بود، زنش بود، پشت میگپ نمیگشت و هم برنامه را تو پیش میرفت، خلاص اولادا به دنیا می آمد و پشت گپ نمیگشت. یک فتوا بود در این مسئله. علمای فقه اختلافات نظری دارند که آیا شهادت یک زن چطور از قبول یا نیست، اما در مسائل خاص شهادت یک زن مدار اعتبار است. از جمع مسئله رضاعت است و تعداد از علما میگه که امو شهادتی که در دیگه قضایا است، امو شهادت در رضاعت است، اما احتیاط در دین بکار است. رسول الله صلی الله علیه و اینجا برای دیگران تعلیم داد که اینجا مبنای دین به احتیاط است، یادم از احتیاط کار بگیرم، شهادت یک زن را در ورع و تقوا ام بپذیر. اللهم ربنا اتنا